در قسم غربی ترکیه بر اثر ترکش اتوبوس یک نفر به هلاکت رسیده، چند تن دیگر مجروح شد. همه مجروحان واقعه به بیمارخانه‌های نزدیکترین تحویل داده شدند. حادثه در شهر بورسا رخ داد. سبب ترکش حالا انیق کرده نشده است. اطلاع داده می شود که ماده ترکنده در شفط راه در زیر درخت گذاشته شده بوده است. آن هنگام گذشتن اتوبوس به واسطه دستگاه فاصلوی به کار درآورده شده است. حادثه عمل تروریستی نامیده شد. در پرو کارمندان مقامات حفظی حقوق زیاده از 16 تن مواد مخدر نوع کوکائین مصادره شده را با راه سوزانیدن نابود کردند. این مقدار مواد مخدر در رفت چند عملیات در دوام 4 ماه اخیر از گروه‌های نشأه‌جلب مصادره شده است. حجم عمومی آن در بازار سیاه $10 میلیون ارزیابی می شود. باید گفت که دولت پرو یکی از بزرگترین استحصال کنندگان کوکائین در جهان محسوب می یابد. در قسم غربی هندوستان بر اثر صدمه نقلیاتی 10 نفر اعضای یک عائله به هلاکت رسیده، 8 کس دیگر جراحت وزنی جسمانی برداشت. حادثه در شهر جایپور شتات راجستان رخ داد. بنا به اطلاع رسیده در اینجا نقلیات مسافربر به تراکتور برخورده است. طبق آمار در هندوستان همساله بر اثر صدمه‌های نقلیاتی 150,000 نفر می‌فوتند. در کشور کامچاتکای فدراسیای روسیه ولکان کریمسک خروج کرد. دود و خاکسترپاره‌های آن به بلندی 8 کیلومتر به فضا پهن گردید. به ولکان درجه نارنجی خطر نسبت داده شده است. ولکان مذکور نه چندان دور از شهر پتراپاولوس کامچاتکا جایگیر بوده، یکی از ولکان‌های فعال در منطقه محسوب می‌یابد. در مضافات کلیماندان جنوبی اندونزیا بر اثر فروروی بینای 3 آشیانه مرکزی سودا 5 نفر به هلاکت رسیده، 9 تن دیگر جراحت برداشت. حادثه روزانه زمانی که در داخل انشاءات نفرانی زیاد قرار داشت رخ داده است. بنا به معلومات رسیده در زیر خرابه‌های انشاءات نفرانی زیاد درماندند. در مکان حادثه نهادهای دخلدار فعالیت می‌برند. در جمهوری داغستان فدراسیای روسیه تیرپرانی به عمل آمد. هنگام رخ دادن واقعه 2 نفر مجروح شد. اطلاع داده می شود که تیرپرانی در نتیجه مناقشه میان 2 گروه جوانان به عمل آمده است. تا این دم زخمیان به بیمارخانه تحویل داده شده. گمانبران حادثه نیز دریافت و دستگیر گردیدند. در شتات کادونای نیگریا هواپیمای ضربه‌زن منسوب به نیروهای حربی هوایی مملکت هنگام انجام پرواز آزمایشی سقوط کرد. بر اثر حادثه 2 نفر که سرنشینان هواپیما گفته می‌شوند به هلاکت رسیدند. در چند شتات ایالات متحده آمریکا بارشات غیر مقرری برف به قید گرفته شد. وابسته به نامسازی وضع هوا زیاده از 240,000 عائله از استفاده نیروی برق محروم ماند. بلندی قبت برف در بعضی جایها به 35 سانتی متر میرسد. در رابطه با سردی هوا چند مؤسسه تعلیمی و کارخانه‌ها فعالیت خود را چند مدت به تأخیر گذاشتند. طبق پیشگویی مرکزهای آب و هوا سنجی سردی هوا تا چند روز دیگر در قسم شرقی کشور ادامه خواهد یافت. دادگاه شتات نیو مکزیکو ایالات متحده آمریکا پرودوسر فیلم زنگ زده را با مبلغ $137,000 جریمه کرد. نمایندگان بیوروی اوید با حفظ مهنت شتات مذکور اظهار نمودند که نوارگیرندگان فیلم آگاه بودند که تکنیک بخطری در جریان ثبت رعایت نمی شود و پرودوسرها درباره بخطری کارمندان غمخوری جدی ظاهر نکردند. در جریان به نوارگیری فیلم مذکور هنرمند الک بالدوین از یراق استفاده نمود که تیرهای واقعی داشتند. در نتیجه تیرخوری کردن او نواربردار گالینا خاتچینز به هلاکت رسیده. کارگردان جوئل سوس جراحت برداشته بود.